ما انگلیا میریم میلیونر میشه همه انگلیا رفتن بلاگر شدن کار آسون نیست دوستان شما باید پیش از انگلیا اومدن باید سلامتی خود رو جدی بینید او 60 فونته که شما میسپرین وقتی که به انگلیا میبینن او رو بازپس میگیرن دوست اهمیت آموزش زبان انگلیسی و دانستن آن با ما چی میدهد چی فایده ای دارد یک چیز رو فراموش نکنید که البته که زبان انگلیسی رو خوانید. سلام دوستان و زبان آموزان عزیز ما تصمیم گرفتیم که درباره کار در انگلیا یک چند موضوعی که داشتیم البته ما در ویدیو پیشین گفته بودم که ما دیگر درباره کار در انگلیا صحبت نمیکنیم اما وضعیتی که در حال حاضر است ما مجبور شدیم که برای شما یک چند مسئله رو در پیش گذاریم. خب اهمیت زبان انگلیسی کمپانی اگری اچ ار مسئله دیگرمان کمپانی فروتفول جاب کار و مشکلی های آن در انگلیا مسئله دیگر سایت های فیکی در این بسیاری بد پیدا شدگان در سامانه های اجتماعی. خب مسئله آخرین ما جای بحث است که دوستان همه انگلیا رفتن بلاگر شدن. در باره این همه این مسئله که من گفتم در این ویدیو در باره همش صحبت میکنیم. خب اهمیت آموزش زبان انگلیسی و دانستن آن با ما چی میدهد چی فایده ای دارد. البته که زبان انگلیسی زبانی است که در تمام جهان در جای اول می ایستد و در تمام دولت هایی که روید با شما سر اول با زبان انگلیسی صحبت میکنند. عربستان سعودی روید یا که در امریکا یا که در خطای در کدام دولتی که نروید حتما با شما با زبان انگلیسی صحبت میکنند. دوستان آموزش زبان انگلیسی رو ما در این کانال پیش برده ایستادیم. شما میتوانید ویدیوهای ما رو در اینجا تماشا کنید یگان پیشنهاد داشته باشید یگان بسیاری بعد ساده فهموندگی برای آموزش زبان انگلیسی شما یک متد آموزش انگلیسی هست که با ما استادی ما بسیار وقت میگویند این از یاد کردن جمله ها یعنی مثال جمله های کوتاه جمله ها رو از یاد میکنیم و در وقتی که با ما ضرور است آنها رو با هم پیوست کرده صحبت میکنیم. دوستان بسیار مهم است دانستن زبان انگلیسی. اگر هرچند بگویند که با انگلیا زبان مهم نیست بر اونجا میریم فقط کار میکنیم. خب اگر که زبان ندونیم در اینجا کار خیلی رنگ هر کس کار نمیکنیم. میتونن که گیرند سردار یگان گروه مانند یگان منیجر مانند یا که یگان کاری ساز مانند که مبلغش هم زیاد است کارش هم واجبی نیست. زباندان های بسیاری از تاجیکستان میآیند نه از تاجیکستان از دیگر دولت های دیگر هم میآیند. خب با آنها شانس های بسیار دارند هم مبلغشون زیاد می شود هم برای یگان وظیفه میمونند که واجبی نیست. خب درباره کمپانی اگری اچ ار کمتر سمت فعالیت خود رو دیگر کرده است. دوستان یعنی چه خیل در اول ما با آنها زایلینی می نویسیم می پرتوفتیم. خب بعد باید یکم بار زنگ می زدن دویم بار با سابیسیدانی آشین سابیسیدانی می رفتیم. اوضاع خیلی نیست آشین سابیسیدانی نمیگذارد. شما همون عریضه خود رو می نویسید میپرتید در کمپانی اگری اچ ار وقتی عریضه رو پرتوفتید با الکترونیک پست شما اس ام اس میبیاید در اونجا سلیکا دارد با اون سلیکا میدارین. خب وقت وریمیایی که با شما توسط ویدیو ویزی توسط واتساپ صحبت میکنن اون وریم رو میگیریم اون وقت میگیریم. خب بعدی با واتساپ توسط وای گپ زدن با شما سلیکا دیگری رو میکنن که در اونجا باید شما برای قبول کردن کوست نمره خود یعنی پرگلشینی که از طرف انگلیا به شما میرود باید 60 فونت سپرین. این حتما است. سر اول این کارو خود کمپانی با توسط فروتفول جاب در این طرف میکردن اما بعد از وضعیت های نوچینجی که شد در جهان او 60 فونته که شما میسپرین وقتی که به انگلیا میبینن او رو بازپس میگیرن. دوستان یگان جای خاطری ندارد. خب 60 فونت هم میسپرین کوست نمره میگیرین با آشنی سابیسیدانی نمیروید یگان جا رفتن شما شرط نیست فقط ویزا را پر میکنین ویزا سنتر میرین ویزاتون میگیرن به انگلیا میبینن. دوستان رنگ کمپانی اگری اچ ار کمپانی دیگری هستند که با همکاری فروتفول جاب همکاری میکنن. بسیار شهروندان را میبرن از قزاقستان قرقیزستان خوب از رومانیا بلغاریا دیگر دولت ها هم بسیار میبرن. شما میتوانید که سیستم آسان ساده فهم توسط نمی فروتفول جاب یا که کمپانی اگری اچ ار
دیگر با شما شرط نیست که در شهر مسکو باشید، در یگان فدراسیون روسیه باشید، در تمام منطقه جهان اینا باشید، شما میتوانید دیگر توسط کمپانی اگریشر بیایید. با من نو کمپانی اگریشر بسیار کمپانی هست که گفتم دوستان. خوب فروتفول جابز. فروتفول جاب اساسین کارفرمای ما است که ما رو اینجا قبول میکنن، با کار تامین میکنن، با جای زیست شرایط ما رو تامین میکنن. خوب کار و مشکلی های آن، اگر که شما فکر کنید که دوستان کار آسان است، ما انگلیس میریم میلیونر میشیم، می خیلی نیست. این عقیده خطاست. اگر 6 ماه نرمال مینیمال کار کنین میشود 10,000 فونت، ماکسیمال 10,000 فونت میشود. از 8,000 تا 10,000 فونت کار کردن میتونید در انگلیس. او خیلی نیست که شما بیان میلیون کار میکنید. ابیش نی کار فقط از همون معاشی که روسیه میگیرن کمتر زیادتر است. خب بعد درباره چی گفتنی بدم؟ معاش را گفتم. درباره مشکلی های کار آسان نیست دوستان. شما باید پیش از انگلیس اومدن باید سلامتی خود رو جدی بینید. اگر یگان بیماری در میان در پای در یگان بگم ها داشته باشین، شما کار ساعتی 6 ساعت کار میکنیم، 7 ساعت بعضی وقت 8 کار میکنیم، تو بگه 15 منوت در ساعت نهینی بریک تایم دارد، وقتی چوی خرید دارد، نیم ساعت عبید دارد، بعضی جاها بعد عبید 15 منوت میتید، بعضی جاها نمیتید دوستان. برای پیش انگلیس اومدن خوب فکر کنید که سلامتی شما سوز است، خودتون خوب حس میکنید، یگان بیماری یگان کسری ندارید، یگان درد ندارید و شما میتوانید کار کردن جسمان سالمه. خوب باقی هم خیلی شما میتوانید اگر که سالم باشین بیاین کار کنید. اگر که بپروایی کنید یگان بیماری داشته باشین، راست خود زیاد میکنه میبیوید، مجبور میشوید که باز عقیب باز پس روید دوستان. کار آسان نیست. سایت های فیکی دوستان، درباره سایت های فیکی بسیار سایت های فیکی بسیار است. سایت های فیکی همون سایت هایی که اول شما رو مبلغ طلب میکنن. اون سایت هایی که ما گفتیم توسط فروتفول جاب، اول از شما مبلغ طلب نمیکنن، همه چیز رو خودتون حل میکنید. بعد اون سایت های فیکی مردم بسیار به تشویش آورده اند دوستان. باور نکنید به هر خیلی سایت سوماله هایی که در اینترنت هستن، همش چی نیست، همش قانونی نیست، همش برای مبلغ برای یک کسی دیگر را فریب کردن است. خوب همه بلاگر شده. برادران بسیار صحبت میکنن، میگن که در کسی انگلیس رفت بلاگر شد، کسی انگلیس رفت بلاگر شد. ما بلاگر نشدیم دوستان. ما همون چیزی را میگیم که مردم توجیه که ما بیاین در یک دولت دیگر یک بریده نون خود ایومن، یک معاش زندگی خود پیشتر برن خودشون. هم خیلی ما با این 100-200 پراسموتری که ما میگیریم یگان دیرم از یوتیوب کار نمیکنیم دوستان. این برای ما یگان فایده ندارد. ما هم دیگر ما میخوایم که یک کاری خیری کنیم که همون مردم بیاین کار کنن، در روی زندگیشون یوان نشد. اوی که همه بلاگر شدن خوب است که همه میبیاین یک چیز نشون میدن که هو اینجا کار است، اینجا این خیلی است. خوب با هم برادرها گفتنی هم که طرفای پلوسش نه طرفای مینوسش هم البته که نشون دید که تو کسی که بیاید در همونجا چی باشد، مطمئن باشد که در سرش داشته باشد که همون کارم خیلی واجبه، من باید تیار باشم با همون کار. خیلی بلاگری برای همون است. همه بلاگ هستن انگلیس. باز همین چی یک چیزی که گفتن آموزیم است که بگذار همه اون شخصانی که قابلیت دارند، کسب دارند، همین کسب خود را توسط شبکه‌های اجتماعی خصوصا در فضای مجازی یعنی پیشنهاد کنند کسب خود را همون مالکی مهارت دارند، یعنی همه از او بهره برند و معلومات درباره زبان تاجیکی در اینترنت و در فضای اجتماعی هم باز بسیار شود و دسترسی مردم گردد. ممکن است. درست گفتید، بسیار درست گفتید. با هم دوستانی که ما را دستگیر میکنن هزار آمد. باقی سلامت باشین دوستان. ما تلاش میکنیم که بسیارتر ویدیو برای شما پرتیم، بسیارتر برای شما کار کنیم. یک چیز رو فراموش نکنید که البته که زبان انگلیسی رو خوانید، در زندگیتون در جای اول میستاد. البته زبان انگلیسی در مد اول مونید. از زمین حاضر خیزی روید، ورق روچ کرگید
زبان انگلیسی، زبان آموزی رو سر کنید. زبان دانی جهاندانی. زبان دانی جهاندانی. اینترنت پلی مارکت، اپ استور بسیار نمون پروگرام‌های هست که ساده، آسان، سیمپل میگم با زبان انگلیسی، ساده فهم میفهموند. البته که زبان انگلیسی رو دیره. آن افرانی که میبینن اینجا زبان نمیدونن بسیار پشیمان است. یک مردی را تماشا کردم در اینترنت میگوید که خوب است، میگوید در 20 سالگی یاد گیری، نه اینکه در 45-50 سالگی زبان انگلیسی را. بسیار مشکل میشه وقتی دیر گذاشت. باقی سلامت باشین دوستان.